اومد آقا. 100 بار گفتم ماهی مرده تو استخر نباشه. ماهیای دیگر رو مریض میکنه. فکر کردم مرده بود. از آب که میان بیرون تازه میفهمن چه خبره. قدر آبو میدونم. ماهی تا توی آبه که نمیفهمه آب چقدر عزیزه. وقتی بر خشکی میفته، یعنی از آب خارج میشه، تازه میفهمه آب یعنی چی. ما همیشه چیزهایی که عزیزند تا در دسترس اون هستن متوجهشون نیستیم. وقتی از دست میدیم میفهمیم. گاهی 1 دقیقه نشستن با عزیزی رو که از دست دادیم آرزو میکنیم. وقتی هستن متوجه نیستیم. برای همینی که ماهی وقتی به خشکی میفته میفهمه آب چقدر ارزشمنده. عاشق وقتی از معشوقش جدا میشه میفهمه چه چیزی رو از دست داده. یه مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را.